سلام بچه ها، سلام به روی ماهتون. امروز اومدیم با یه ایتینگ شو خفن سنتی با دست بعد از مدت ها. اونایی که فوبیای غذا خوردن با دست دارن لطفا این ویدیو رو نبینن، برن ویدیوی پایین رو ببینن، کلی هم بهشون خوش بگذره. ولی اون لوتیایی که عاشق غذا خوردن با دستن مثل خودم تا آخر این ویدیو همراه من باشن و خوشحال میشم که اون قلب پایین رو قرمز کنن. بریم برای ایتینگ شو خوشمزه.